خب دوستا سلام و عرض ادب، امید که صحتمند باشید. خب دوستا اینه بخیر کم کم برنج ما آماده شد. خب دوستا قسمی گفتیم ما سر چشمه آمدیم. اینی یاوی که میبینین اینی یاوی که آمده رئیس از زیر کوه، از این زیر نیم زیارت میبرای اینجا یک زیارت هم است. شب همه بخیر. شب سری تاله مویه دیگه ولی زامت کنم. خب دوستا سلام و عرض ادب، امید که صحتمند باشین. به یک برنامه دیگه ما خوش آمدین در آشپزی در طبیعت با آشپز نامدار و خوب ما معرفی میشیم. جناب سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ سلامت هستین؟ بخیر هستین؟ چی یک نام خدا یک فضای عالی آمدین در اینجا آشپزی رو بخیر شروع کردین. چی پخته میکنین؟ چی جور میکنین بخیر؟ البته با یک سه تا فامیل از دوستای نزدیک آمدیم اینجا در ساحل چشمه یک تفریح میشه و یک آزادی برای خود ما میشه و یک تفریح روز جمعه. در اینجا بنای یک قابلی رو داریم، بسیار قابلی پلاو داریم که انشالله شما اینا رو میبینید که از این موادهای اولیه شما استفاده میکنیم. مثلا اینمی چیزا را آماده میکنیم، بعدا باز گوشت میندازیم و برنج میندازیم. بسیار قابلی در فضای باز و طبیعت خیلی عالی میاد. انشالله خدا نصیب کنه، انشالله با شما را هم تشریف بیاریم، انشالله خدا نصیب کنه. نه دوستا باش که بخیر میبینیم ما شما قدم به قدم پیش میریم آشپزی در طبیعت. ببینید در یک بسیار متو طبیعی اینجا هم دیدگان جور کرده. ای هم از چوب استفاده میکنه و ای هم دیگو برادر چوب و ای هم بسیار متو دیگه خود طبیعت است دیگه. در طبیعت با ما باشین، در قسمت های بعدیش انشالله با شما شریک میشیم. میگه که یوتیوب ما را سابسکرایب کنین، ما را حمایت کنین. هم گفتین شما؟ ما میره گفتیم که برادر فالو کنین، شیر کنین، سابسکرایب کنین، هر چی که به نفع ما باشه امور انجام با شماره ما را به تمام اطلاع بسیار موفقی کابل و ولایت ها بیتیم. ما انشالله را خدمت باشیم. دوستانی که برنامه چکر داشته باشند، برنامه تفریح داشته باشند که ما امروز آمدیم به سر چشمه به یک فضای عالی در یک جای بسیار خوب دیگه. کسایی هم که اینمی تو یک برنامه را بخیر ترتیب میتن و برنامه جور میکنن حتما در جریان بگذاره که با یک دستپخت بسیار عالی شی تفریح شما را بسیار گیر زنا اگر خلاص بودیم اگر فرصت داشتیم. وطن چینل یادتان نروه برنامه خود هر وقتی که هماهنگ کردین اول امروی آشپز زنگ بزنین که آشپز چی وقت داره. فرصت داره یا نداره؟ یا نداره.
خب دوستان کم کم برنامه پیش میره. گوشت است؟ این گوشت گوسفند است. خب یه اول یک دفعه آب پز میشه، باز همراه میزنی قاطی میشه دیگه انشالله رو باز هزار لایک کمتر بگیره قبول نداره. 100,000 لایک. انشالله این آشپزی شما را که دوستا ببینه حتما لایک و سابسکرایب میکنه این برنامه را. باران هم آمد. قراره میترای باش. اینا بخیر دوستا برنج هم انداخته شد دیگه. کم کم پیش میریم، با ما باشیم. هوا هم بارانی شد و این فضای دلنشین. جای شما خالی. برنامه ما را حتما ببینین و سابسکرایب کنین و ما را حمایت کنین تا ما بتوانیم برنامه های جالب به شما آماده بسازیم. خب دوستا اینه بخیر کم کم برنج ما آماده شد. قابلی برنجم برنج وطنی بسیار یک لذیذ و مزه‌دار. جایتان خالی دیگه، ما بخیر بریم کم کم نوش جان کنیم. شما هم ما را دنبال کنین و همراه ما باشین. خب دوستا قسمی گفتیم ما سرچشمه آمدیم. اینی یاوی که میبینین اینی یاوی که آمده رئیس این از زیر کوه، از این زیر زیارت میبرای. اینجا یک زیارت هم است و اینی یاو از داخل ازی است و این چند سرچشمه داره اینجا یاو که حالا ببینین که نمی از زیر زمین تپه و نمو هاو برآمده رئیس. دو تا همین جای دیگه هم هست که حالا برای شما نشان میدم. دیگه اینجا هست هم چشمه اینی داخل ازی هست که از اینجا هم او میبرای داخل ازی ماهی هست. بسیار ماهی های کلان کلان اینجا ببینید که او از این طرف رفته رئیس و از این زیر از سنگا او میبرای و این طرف میره که یعنی دو چشمه از سر چشمه هست، داخلش ماهی هست. شما ببینید که ماهی ها را دیدن میتونین یا نه. یعنی تپه هست که زیر ازی آب میبره و یک چشمه دیگه ازی یعنی در بین سنگا هست. یعنی اینجا از زیر ازی سنگ او برآمده رئیس. دوستا ببینیم که یعنی او از اینجا میشه بیرون میشه. تو شما ایره
اینجا متوجه میشین که چقدر آب از اینجا بیرون میره. ببینید اینمی آب یک جویا میبرایه از داخلی از اینمی چشمه است. چشمه رو تو باش ببینین که چقدر هوا بسیار هوی یخ است و وای 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 دوستا ببینیم که داخل از چقدر هوا آمده است. اینمی چشمه کلانش هست. از اینجا هم موجود شده رئیس. از زیر زیکو هم هوا آمده رئیس. دوستان متوجه شده باشین خوب اینجا هوا سیدیم قدر هایی هست که آمده رئیس. سلام دوستا، شب همه بخیر. این برادر به اجازه تان دیگه آمدیم در سر چشمه. این بخیر کباب سور کده آتیش روشن کده. اینجا دیگه برادر که دینه تو یک جای بسیار متعالی و یک ویلای گپ ایرانیا که حالی و خوب نیالی خوشحب است و اطراف دیدن هم نشه دیگه. در ادامه ویدیو برای شما بخیر این ساحه را هم به تصویر میکشانیم دیگه، با ما باشین. سری تاله مویه دیگه
با نظامت حالی که تو بسیار نه کم خب یک دفعه یک پشتروی نمیدی؟ ام چراغ یک دفعه کی بیندازن والا اینی طرف خوب چی شده اما پشتروی وقت شده دیگه نشده؟ یک پنجه ایجایش بینی طرفش کم کم سوخت نه ماست چیز میخوره تمام نشده ایسا که تلفن یادش میره قطعا تلفن یک دونه جسدش از اینجا پیدا شده من اپن تلفن رفته برم ای تو مایه کلام بده نه طالبا خورده تو باشد
دوستان عزیز تشکر که بیننده صفحه وطن چینل صفحه خودتان هستین و تشکر از اینکه برنامه ما را سابسکرایب و لایک میکنید. Thanks for your subscribing and liking to your channel, to Watan channel, and thanks to watch the Watan channel, and follow us to watch to see the more videos from the Watan channel. Thanks.